سلام. با یه آپشن مخفی توی خودروهای کویک اس و ساینا اس در خدمتتونیم. توی این خودروها شما برای اینکه ماشینتون رو روشن کنین حتما باید پدال کلاژ رو بگیرین تا ماشین استارت بخوره و روشن بشه. اما ممکنه بنا به دلایلی خودروی شما روشن نشه. برای همین شرکت سایپا توی این خودروها یه آپشن مخفی قرار داده که بهش میگن آپشن استارت اضطراری، که شما مجبور نشین خودروی خودتون رو با امداد خودرو حمل کنید. حالا چجوریه؟ برای استفاده از این آپشن باید مطمئن بشین که خودرو توی حالت خلاصه. بدون اینکه کلاژ رو بگیرین، سوئیچ رو باز میکنین و حدود 6 الی 7 ثانیه نگه میدارین بدون اینکه کلاژ رو بگیرین. خیلی راحت خودرو استارت میخوره و روشن میشه. اینو بفرستیم برای همه اونایی که کویک اس و ساینا اس سوار میشن تا اگه یه موقع توی جاده موندن یا توی شرایط خاص گیر کردن بتونن اینجوری ماشینشون رو روشن کنن.